و اما بریم سراغ فرمت جدید لیگ قهرمانان اروپا که رسما توضیح داده شد، رونمایی شد ازش که فصل بعدی 2024-25 با فرمت 36 تیمه، تیم هایی که در 8 تا گروه 4 تیمه یعنی 32 تیم با هم مسابقه میدن تو این 8 تا گروه، همشون جمع میشن زیر یک لیگ 36 تیمه، همینطور که این آقام داره توضیح میده و کل 36 تیم در یک لیگ بازی خواهند کرد. همزمان باش بریم کنفرانس لیگ و لیگ اروپا و تمام این تیم ها 8 تا حریف خواهند داشت که به صورت رفت و برگشت، یعنی 4 بازی داخل خانه 4 بازی خارج از خانه باشون بازی میکنن. توی کنفرانس لیگ 6 حریف هستش و توی لیگ اروپا و لیگ قهرمانان 8 حریف دارند. بعدش تیم اول تا هشتم مستقیم صعود میکنن به مرحله حذفی، یعنی مرحله 1 هشتم نهایی. تیم های نهم تا 24 میرن به مرحله پلی آف و 8 تاشون صعود میکنن به مرحله 1 هشتم و تیم های 25 تا 36 دیگه